ماریا زکیرova سخنگوی گمرک تیومن روز 3 فوریه خبر داد که کارمندان گمرک در فرودگاه روشن شهر تیومن در بغاج دستی یک مسافر پرواز تیومن خوجند قریب 1.5 میلیون روبل پیدا کردند. زکیرova گفت این مسافر با چنین مبلغ بزرگ بدون اعلامیه گمرکی میخواست از رورو سبز گذرد. اندری بانکوفسکی سردار پاسگاه گمرکی فرودگاه روشن در شرح این حادثه گفت در جریان پرسش لفظی معلوم شد که این مسافر همراه خود 1,433,000 روبل را به تاجیکستان برده است. این مبلغ خیلی بیشتر از معیار مقرر کرده بانک مرکزی روسیه است که بدون اعلامیه به خارج برآوردن مبلغ برابر $10,000 آمریکایی را اجازت میدهد. بر اساس قرب رسمی بانک مرکزی روسیه از پولهای این مسافر 666,000 روبلش غیر قانونی به خارج برآورده میشد. در پی انجام نظارت گمرکی طبق قرب رسمی مبلغ برابر $10,000 یعنی 767,000 روبل را به این مسافر پرواز تیومن خوجند با گرفتن زبان خط او برگردانیده ولی 666,000 روبل باقی موندهش را مصادره کردند. ماریا زکیرova خبر داد که در رابطه با این مورد بدون اعلامیه به خارج قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا برآوردن پولهای نقد بر اساس ماده 16 قسم 4 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه پرونده مأموری ترتیب دادند. این پرونده به دادگاه ارسال شد. بر اساس مقررات قبول شده در کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هنگام پرواز به خارج مسافران باید پولهای نقد ارزششان بیش از $10,000 آمریکایی را حتما اعلامیه کنند. در صورت از $100,000 بیشتر بودن پولهایی که به خارج برآورده می شوند مسافران باید همراه با اعلامیه گمرکی سند درباره منبع پیدایش این پولها از جمله سند بانکی را نیز نشان دهند. ماده 16 قسم 4 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه برای ویران کردن قاعده‌های به خارج برآوردن پول نقد و یا مصادره پولهای گرفته شده را به فایده دولت پیش بینی می‌کند. مبلغ جریمه نیز از 50% تا 2 برابر پولهای از قانون شکن گرفته شده را تشکیل می‌دهد.